پس قسمت اول سوال که میگه مقدار ثابت تعادل رو حساب کنید، این دیگه ساده به دست میاد. رابطه ثابت تعادل رو می‌نویسید، عدد گذاری میکنید، ثابت تعادل به دست میاد. قسمت دوم، با خارج کردن مقداری از گاز کلور سامانه تعادلی در چه جهتی جابجا می شود و چرا؟ خب کلور در سمت فراورده وجود داره، پس سامانه تعادلی در جهت رفت جابجا میشه. پس در جهت رفت. چرا؟ زیرا کلور فراورده واکنش است و باید تعادل در جهت رفت پیشرفت کند تا مقداری کلور CO2 تولید شود. خب قسمت ب، با افزایش فشار پیش بینی کنید تعادل در کدام جهت جابجا می شود و چرا. ببینید بچه‌ها، ما گفتیم که وقتی در یک سیستم در حال تعادل شما فشار رو افزایش میدی، تعادل در جهت مول‌های گازی کمتر جابجا میشه. مول‌های گازی کمتر، چرا؟ چون افزایش فشار یعنی کاهش حجم، یعنی فضای کمتری برای گازها در اختیار مواد وجود داره. خب الان شما در این واکنش میبینی که در سمت راست معادله من 2 مول گاز دارم، در سمت چپ معادله 1 مول گاز دارم. بنابراین تعادل در جهت برگشت جابجا میشه. میگی چی؟ در جهت برگشت. مول‌های مواد گازی در سمت واکنشگرها کمتر است. به مثال 10 یک نگاهی بندازید. نمودار زیر تغییرات غلظت فراورده ها را برای این واکنش تعادلی نشون میده در 2 شرایط متفاوت. ببینید شرایط اول این در فشار در P1، این خط آبی در P2 هست. محور افقی محور دما، محور عمودی غلظت آبی، غلظت فراورده ها رو نشون میده. خب سوال میگه این واکنش گرماده است یا گرماگیر و چرا؟ خب الان شما داری میبینی که با افزایش دما هم در P1 هم در P2 غلظت آب کاهش پیدا میکنه. با افزایش دما غلظت فراورده کاهش پیدا کرد. بنابراین واکنش گرماده، یعنی واکنش در جهت برگشت جابجا شد. پس ببین شد گرماده، زیرا با افزایش غلظت فراورده که همون آب باشه کاهش یافته است، یعنی تعادل در جهت برگشت جابجا شده. تعادل در جهت برگشت جابجا شده. قسمت دوم این سوال میگه که فشار P1 از P2 بزرگتر است یا کوچکتر و چرا؟ خب ببینید بچه‌ها، ما یک دمای مشخصی رو در نظر میگیریم. مثلا فرض کنید دما این مقدار باشه، این عدد. در این دمایی که مشخص کردم غلظت آب در P2 بیشتر از غلظت آب در P1. توجه داشته باشید که در همه دماها همین جوره. یعنی شما هر دمایی رو بگیرید توی این نمودار، مقدار آب یا غلظت آب در P2 بیشتر از P1. خب الان شما بگید
در این واکنش من در سمت چپ 2 مول گاز دارم، در سمت راست 1 مول گاز دارم. با مول‌های گازی فراورده کمتر از واکنشگره. برای اینکه مول‌های گازی زیاد بشه باید فشار رو زیاد کنن. با افزایش فشار مول‌های گازی فراورده زیاد میشه. پس شما نتیجه میگیری که P2 از P1 بیشتره. پس فشار P1 از P2 بزرگتر است یا کوچکتر؟ شما میگی P1 کوچکتره. کوچکتر. خب حالا چرا؟ چون در همه دماها مول‌های آبی در P1 کمتر از P2 است. در این واکنش مول‌های گازی فراورده کمتره. پس P2 بزرگتر از P1 می باشد. یعنی توی P2 تعادل در جهت رفت جابجا شده که مول‌های گازی فراورده تو P2 عددش بیشتر از P1 میشه. پس بنابراین افزایش فشار یعنی کاهش حجم. کاهش حجم یعنی مولکول‌ها فضای کمتری دارن. بنابراین با افزایش فشار یا کاهش حجم تعادل در جهتی میره که تعداد مولکول‌های گازی کمتر باشه. خب در اینجا شما میبینی که در P2 آب بیشتر از P1، یعنی P2 باید بیشتر از P1 باشه که این تعادل به سمت رفت آب بیشتری تولید شده. تمام. خیلی ساده است دیگه. این هم از اول. بریم مثال 11. بچه‌ها ببینید شکل زیر برقراری تعادل آب اضافه B میشه آب را در یک ظرف 2 لیتری در دمای 525 درجه نشون میده. اگر هر گلوله هم عرض 1/10 مول باشد مقدار عددی ثابت تعادل را در شکل 1 در دمای 525 درجه حساب کنید. خب دمای 520 درجه یعنی این. بعد تعادلی هم که به من داد اینه A تبدیل میشه به 2 تا B. این فکر کنم این تعادلش اینجا اشتباه تایپی داره. این تعادل رو باید عوض کنید. تعادل رو بنویسید A تبدیل میشه به 2 تا B. خب حالا من میخوام مقدار عددی ثابت تعادل رو حساب کنم. ثابت تعادل مساوی با غلظت B به توان 2 تقسیم بر غلظت A. خب بچه ها ببینید در شکل 1 که دما 525 درجه هست ببینید 5 تا B این طرفه 5 تا B این ور 10 تا B داریم. هر گلوله هم عرض 1/10 موله، پس 10 ضرب در 1/10 میشه مول‌های B. ظرف ما 2 لیتریه تقسیم بر 2. ضریب استوکیومتریش هم 2. این شد B به توان 2. 10 تا گلوله B ضرب در 1/10 تقسیم بر حجم به توان 2. 2 تا A داریم. هر A معادل 1/10 حجم ظرف هم 2. اینو حساب میکنیم. بالا میشه 1/2 به توان 2 یعنی 25 صدم. پایین هم میشه 2/10 تقسیم بر 2 میشه 1/10. 25 صدم تقسیم بر 1/10 میشه 2.5. پس ثابت تعادل این واکنش 2.5 هست. خب قسمت B. اگر شکل 2 مخلوط تعادلی رو در دمای 25 درجه نشون بده، یعنی ما وقتی از اینجا اومدیم اینجا کاهش دما رو داشتیم.
دما کاهش پیدا کرده، از 525 شد 25. گرماده یا گرماگیر بودن تعادل را با دلیل مشخص کنید. خب ببینید بچه‌ها، توی شکل 1 که دما بیشتره من 2 تا مولکول آ دارم. توی شکل 2 که دما پایین تره من 4 تا مولکول آ دارم. پس با کاهش دما تعادل در جهت برگشت جابجا شد. پس واکنش گرماگیر هست که با کاهش دما رفت برگشت. پس ببینید واکنش شد گرماگیر، زیرا با کاهش دما تعداد مولکول‌های آ افزایش یافته است. یعنی تعادل در جهت برگشت جابجا شده است. تعادل در جهت برگشت جابجا شد. خب مثال 12. شکل زیر سامانه تعادلی تشکیل گازهای NO4 به NO2 را در یک دمای معین نشان می‌دهد. با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید. اگر حجم سامانه 4 لیتر و هر ذره هم‌عرض با 2 مول از آن گونه باشد، ثابت تعادل را حساب کنید. خب اینم دیگه خیلی آسونه. ثابت تعادل مساوی غلظت NO2 به توان 2 تقسیم بر غلظت N2O4. خب ظرف 4 لیتریه. تعداد مولکول‌های NO2 ببینید 1 2 3 4 5 6 تا مولکول NO2 دارم. هر مولکول NO2 معادل با 2 مول هست. ظرفی که ما داریم 4 لیتریه، تقسیم بر 4 به توان 2 ضریب NO2 2. بریم سراغ NO4. تعداد مولکول‌های NO4 3 تا 5 تا 6 7 8 9 تا 9 تا مولکول NO4 داریم. حجم ظرف 4 لیتر به توان 1. خب جوابش چند میشه؟ جوابش هم اگه من بخوام حساب کنم 6 ضرب در 2 صدم میشه 12 صدم، تقسیم بر 4 میشه 3 صدم، به توان 2 اگه برسه میشه 9 در 10 به توان منفی 4 بالا. پایین هم میشه 18 صدم تقسیم بر 4 میشه 45 هزارم. خب این 9 در 10 به توان منفی 4 تقسیم بر 45 هزارم میشه 2 صدم. ثابت تعادل 2 صدم. قسمت دوم در شکل با افزایش دما ثابت تعادل کم می شود یا زیاد؟ بچه ها ببینید صورت سوال نوشته دلتا اچ بزرگتر از 0. وقتی دلتا اچ بزرگتر از 0 باشه یعنی این واکنش یک واکنش گرماگیره. در واکنش های گرماگیر با افزایش دما تعادل در جهت رفع جابجا میشه و ثابت تعادل افزایش پیدا میکنه. پس چی شد؟ میشه زیاد میشود. در واکنش گرماگیر با افزایش دما تعادل در جهت رفع جابجا میشه. البته دلیل نخواست، حالا گفتم بنویسم که حالا علتش هم داشته باشید. نگفته که اینجا که نگفت که با افزایش دما ثابت واکنش تعادل زیاد میشه. الان در اینجا ما هیچی راجع به
تغییر دما نداریم. مثل این سوال قبلی نیست که بیاد بگه مثلا دما کم شد زیاد شد واکنش قرار بشمار. اینجا یک دونه شکله. ما از روی دلتا اچ تشخیص میدیم که واکنش گرماگیره، از علامت آنتالپی واکنش میشه تشخیص. اما ببینیم که از بحث اثر عوامل مؤثر در ثابت تعادل و تعادلات واکنش توی تست‌ها چجوری سوال دادن. ببینید تست 19 در شکل زیر گاز آمونیاک در فضای بالای محلول آمونیاک وجود داره. اینجا من گاز آمونیاک دارم، اینجا محلول آمونیاک. این مجموعه توی یک ظرف با پیستون متحرک وجود داره. با توجه به واکنش تعادلی زیر چند مورد از مطالب گفته شده درست است. این همون واکنش حل شدن آمونیاک هست که توی فصل اول به شما گفتیم. یادتونه تو فصل اول گفتیم آمونیاک به اضافه آب میشه NH4 مثبت OH منفی. این مجموعه رو ما بهش میگیم محلول آمونیاک، مجموعه‌ای که توش هم آمونیاک AQ داشته باشه، هم یون آمونیوم، هم OH منفی. خب حالا گزینه ها. با افزایش دمای سامانه pH محلول کاهش می‌یابد. خب فصل اول گفتم حل شدن اسیدها و بازها در آب گرماده، یعنی این تعادل یک تعادل گرماده. وقتی که دما رو زیاد کنی تعادل در جهت برگشت جابجا میشه، مقدار OH منفی کم میشه. مقدار OH منفی کم بشه pH محلول کاهش پیدا میکنه. پس جمله اول درسته. این از این. پس کاهش دما تعادل که در جهت برگشت جابجا بشه یعنی کاهش یون هیدروکسید. یون هیدروکسید که کاهش پیدا کنه مقدار pH هم کاهش پیدا میکنه. هر قدر یون هیدروکسید بیشتر باشه pH محلول بیشتر میشه. دوم، با افزایش فشار غلظت یون آمونیوم در محلول افزایش می‌یابد. خب ببینید بچه‌ها در اینجا این تعادلی که اینجا هست تعادل گازی نیست، توش گازی وجود نداره. اینجا آمونیاک AQ هست، یعنی آمونیاکی که به صورت مولکولی تو آب حل شده. اما این آمونیاکی که به صورت مولکولی در آب حل میشه با این آمونیاک گازی در تعادله. یعنی شما آمونیاک مولکولی رو داخل محلول داری، گاز آمونیاک بالای محلول باش در تعادل هست. خب وقتی گاز آمونیاک این بالا در تعادل باشه، فشار رو که زیاد میکنی آمونیاک بیشتری در آب حل میشه. آمونیاک بیشتر در آب حل بشه NH3 AQ افزایش پیدا میکنه، تعادل در جهت رفت جابجا میشه و غلظت آمونیوم افزایش پیدا میکنه. پس جمله دوم هم درسته. وقتی فشار زیاد میشه آمونیاک بیشتری در آب حل میشه، افزایش غلظت NH3AQ رو ما داریم و جابجایی تعادل در جهت رفت. خب جمله سوم، افزودن یک باز به محلول تعادل را به سمت چپ جابجا میکنه. خب باز یعنی چی؟ یعنی یون هیدروکسید OH منفی. وقتی شما باز اضافه میکنی انگار داری غلظت یون هیدروکسید رو زیاد میکنی. یون هیدروکسید که زیاد بشه تعادل در جهت برگشت جابجا میشه. پس جمله سوم هم درسته. جمله چهارم، اگر OH منفی 4 در 10 به توان منفی 5 باشد pH محلول در دمای اتاق 10.3. خب ببینید pH مساویه با pH مساوی هست با 14 منهای pOH. درسته؟ اینو ما توی بحث‌های سوالات تستی براتون گفتیم. pH به اضافه pOH میشه 14 دیگه. خب pOH چنده؟ pOH یعنی منفی لگاریتم
غلظت یون هیدروکسید. غلظت یون هیدروکسید 4×10⁻⁵. لگاریتم 4 هست 6 دهم، پس میشه -6 به اضافه 5 میشه 4/4. POH 4×4، pH میشه 14 منهای 4/14. 14 منهای 4/14 چند میشه؟ میشه 9/6، نه 10/6. شد 9/6. جمله سوم غلط. بنابراین جواب میشه گزینه 3. بریم سوال بعدی رو حل کنیم. این سوالی که حل کردیم مال تجربی 1401 بود. تست 20. بر پایه واکنش تعادلی فرضی داده شده که فراورده رنگی و واکنش دهنده های بیرنگ دارد و با توجه به شکل که حالت تعادل را در یک دمای مشخص نشان می‌دهد، کدام موارد زیر درست است؟ خب ببینید میگه که توی این واکنش آبی رنگیه و هستن. حالا سوالات: تعیین ثابت تعادل با استفاده از اطلاعات داده شده کافی نیست. خب ببین تو سوال نوشته که حالت تعادل را در یک دمای مشخص نشان می‌دهد. پس انگار این مولکول هایی که اینجا گذاشته، آدوش که مشخصه، بیدوش که مشخصه، آبیش که مشخصه، انگار اینا تعداد مولکول ها رو در حالت تعادل نشون میده. بنابراین من میتونم با استفاده از این اطلاعات ثابت تعادل رو تعیین کنم. نکته مهم بچه‌ها نکته بسیار مهم، گوش بده. اگر در این واکنش مجموع مولهای واکنشگر با مجموع برابر نمی بود، من برای محاسبه ثابت تعادل نیاز به حجم ظرف داشتم. چون ثابت تعادل رو میخوای حساب کنی، باید تعداد مولکول‌ها یا مول‌ها رو تقسیم بر حجم کنی دیگه. متوجه شدی؟ اینجا حجم ظرف رو نداد. حتی نگفت که هر ذره معادل چند مول ماده هست. چون مول‌های گازی فراورده ها 2 تاست، مول‌های گازی واکنشگرها هم 2 تاست. پس بالا میشه لیتر به توان 2، پایین هم میشه لیتر به توان 2 دیگه. این لیتر با هم دیگه خط میخوره و من حتی بدون دونستن حجم میتونم ثابت تعادل رو حساب کنم. اما اگه مثلا اینجا ضریب آ2 2 بود، اون وقت من باید حجم ظرف رو میداشتم که ثابت تعادل رو به دست بیارم. پس مورد آ درسته. پس ببینید الان چی شد؟ پس میگه که ما با بدون دونستن حجم ظرف میتونیم ثابت تعادل رو به دست بیاریم. پس گزینه آ وقتی درسته که مولهای گازی دو طرف برابر نباشه. حالا که برابر هست، پس ما میتونیم کار رو حساب کنیم و داده های مسئله برای تعیین ثابت تعادل کافیه. جمله دوم: این تعادل نشان میدهد که شمار مولهای آغازین آ2 و B2 برابر است. بچه‌ها ببینید در شیمی 11 پارسال من به شما گفتم که اگر مقدار واکنشگرها در لحظه شروع استوکیومتری باشه، در تمام مراحل واکنش نسبت مواد استوکیومتری باقی میمونه. متوجه شدین چی شد؟ یعنی مثلا اگه در لحظه شروع مولهای آ2 با مولهای B2 برابر باشه، چون ضریب استوکیومتری این دوتا ماده با هم برابره، پس در تمام لحظات پس از شروع واکنش
مولهای A2 و B2 باید برابر باشه. خب فقط کافی من A2 و B2 رو بشمارم. اول A2 1 2 3 4 تا مولکول A2 دارم. حالا B2 1 2 3 4 تا مولکول هم B2 دارم. چون تعداد مولکول‌های A2 و B2 در لحظه تعادل برابره و ضریب استوکیومتریشون برابره، من نتیجه میگیرم در لحظه شروع هم مول‌های آغازین A2 و B2 برابر بوده. بنابراین مورد ب درسته و جواب گزینه 3 میشه. اما حالا گزینه‌های دیگر رو هم بررسی کنیم، چون دو تا گزینه دیگه مطمئناً غلط باید باشه. گزینه ت غلط، گزینه ت درسته. ببینید با افزایش دما رنگ محتویات درون ظرف واکنش ممکن است تیره یا روشن شود. خب البته اگه از من بپرسند من میگم با افزایش دما به احتمال 99% رنگ واکنش روشن میشه. چرا؟ چون واکنش یک واکنش ترکیبه، یعنی در اون دو تا ماده تبدیل میشن به یک ماده جدید. واکنش های ترکیب واکنش های گرماده هم. دما رو که زیاد کنی به طرف برگشت جابجا میشن. اما خب حالا شاید مثلا یک استثناهایی باشه، چه میدونم یک مواردی باشه که واکنش ترکیبم گرماگیر باشن، یعنی اینو 100% نمیشه گفت. بنابراین پ رو میشه درست گرفت. این از این. مواردی هم هستن واکنش های ترکیبی که گرماگیر به حساب میان، گرماده نیستن. ت اگر فشار ظرف واکنش با تغییر حجم آن 1.5 برابر شود، یعنی فشار زیاد بشه، 50% از مولهای A و B مصرف شده و به آب تبدیل می شود. بچه‌ها وقتی که فشار حجم کم میشه، فشار زیاد میشه، تعادل در جهت مولهای گازی کمتر جابجا میشه. الان توی این سوال مولهای گازی واکنشگر و فراورده با همدیگه برابر هست. بنابراین ت غلطه. چرا؟ چون تعادل جابجا نمی شود. مولهای گازی دو طرف مساویه. پس ب و پ میشه جواب درست. تست 21. اگر این واکنش با وجود شمار معینی از مولهای اجزای آن در ظرف واکنش در حال تعادل باشد، چند تغییر گفته شده واکنش را در جهت افزایش مقدار فراورده پیش میبرد. خب یک نگاهی به معادله واکنش بندازید. ببینید الان در اینجا در سمت چپ من 3 تا گاز دارم، در سمت راست یه دونه گاز دارم. واکنش هم یک واکنش گرماده. خب حالا کدوم یکی تعادل رو در جهت رفع جابجا میکنه؟ افزایش فشار میشه درست، چون مولهای گازی فراورده کمتر از واکنشگره. خارج کردن 50% از متانول، این هم درسته. تعادل در جهتی میره که اثر کاهش غلظت رو جبران کنه. کاهش دما در واکنش‌های گرماده، افزایش دما تعادل در جهت برگشت میبره. کاهش دما تعادل در جهت رفع جابجا میکنه. پس این هم درسته. خارج کردن 50% H2 و CO به طور همزمان، این NO نیست، این CO. خارج کردن 50% H2 و CO به طور همزمان. اگه شما نصف H2 و نصف CO رو همزمان خارج بکنی، تعادل در جهت برگشت جابجا میشه. پس این اشتباه میشه. تزریق CO به ظرف واکنش، اگه CO وارد ظرف کنی، تعادل در جهت رفع جابجا میشه. پس شد گزینه 2. سوال 22. با توجه به واکنش زیر چند مطلب زیر درباره آن درست است. یک واکنش داد، 3 تا گاز سمت چپ، 2 تا گاز سمت راست
و واکنش گرماده. با کاهش دما تعادل در جهت رفع جابجا میشه. خب گرماده دیگه، دما رو کم کن، در جهت رفع جابجا میشه. با افزایش دما ثابت تعادل آن کوچکتر می شود. افزایش دما تعادل رو در جهت برگشت جابجا میکنه، پس ثابت میشه. افزایش فشار سبب بزرگ شدن ثابت تعادل میشه. تنها عاملی که در ثابت تعادل اثر میذاره دما هست. فشار رو اگه زیاد کنی تعادل جابجا میشه، اما ثابت تعادل تغییر نمیکنه. کاهش فشار سبب جابجا شدن آن در جهت برگشت میشه. وقتی فشار رو کم میکنی تعادل در جهت مولهای گازی بیشتر جابجا میشه، یعنی در جهت برگشت. پس 3 مورد از اینها درسته. خب تست 23. ثابت تعادل یک واکنش تعادلی در دمای 570 درجه 10، در دمای 650 درجه 25. یعنی شما دما رو زیاد کردی، ثابت تعادل زیاد شده. خب چون با افزایش دما ثابت تعادل زیاد شد، پس یک واکنش گرماگیر. خب کدوم مطلب درسته؟ واکنش گرماگیر است، دلتا اچ آن بزرگتر از صفر. واکنش گرماگیر یعنی دلتا اچ بزرگتر از صفر. با افزایش دما تعادل در جهت برگشت جابجا میشه، چون گرماگیر در جهت رفع جابجا میشه. محتوای انرژی واکنش دهنده ها در آن در مقایسه با فراورده ها بیشتر است. در واکنش گرماگیر سطح انرژی فراورده بیشتر از واکنش گرم. نمودار تغییرات گرما یا آنتالپی رو اگه بکشید از پایین میره به بالا، پس این غلطه. سطح انرژی فراورده در مقایسه با واکنش دهنده ها سطح انرژی نزدیک‌تره. سطح انرژی کجاست؟ اگه شما تغییرات انرژی رو بر حسب پیشرفت در واکنش گرماگیر نمودار به این صورت در میاد، میبینی که فراورده به اون قله نزدیکتر تا واکنش گرم. بنابراین گزینه پنجم هم درست میشه. جواب چه گزینه‌ای؟